به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می کند برنامه‌ای که در آن میشنوید صدای بارش باران بهار و احساس میکنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه اتان پرمهر. به نام خداوند جان آفرین. السلام علیکم پدران، مادران و مربیان و معلمان عزیز. اینجا رادیو مهر و من سیده عبدالله‌زاده هستم، مجری برنامه کاشانه مهر. مثل همیشه برای شما و فرزندان عزیز نور چشمانتان آرزوی سلامتی و خوشبختی داریم. یکی از مسائل بسیار مهمی که خیلی از پدر و مادران را نگران کرده است، مسئله خوش اخلاقی کودکان است. هیچ پدر و مادری را نمی‌بینیم که در فکر اخلاق خوب و خوش و آداب نیکوی فرزند خود نباشند. همه می‌خواهد و دوست دارد فرزندش با ادب و خوش اخلاق باشد و در جامعه با دیگران، با دوستانش، با اطرافیانش، با همسایه‌ها و خویشاوندان ادب و اخلاق نیکوی خود را نشان دهد. برای آنکه کودکمان در آینده شخصیتی خوب و متعالی داشته باشد، نیازمند این است که از کودکی به او ارزش‌های خوب اخلاقی را آموزش دهیم. به او یاد دهیم که ارزش‌های اخلاقی کدام است، کدام رفتار خوب و پسندیده است و کدام رفتار خوب نیست. با این حال بسیار مهم است که این آموزش ها با سن کودک و فهم کودک مناسب باشد. والدینی که در سن بسیار پایان دائما کودکان را به خاطر بعضی از موارد اخلاقی مانند رعایت نکردن عدالت با دیگر دوستانش یا خواهر و برادرش سرزنش می کنند، ناخواسته سبب می شود که کودک احساس گناه پیدا کند. یعنی گاهی وقتها ما پدر و مادران به کودکمان مفاهیم اخلاقی یا ارزش‌های اخلاقی را تلقین می‌کنیم که انجام دادنش برای او سخت و دشوار است. اما مسئله را می‌فهمد و چون که می‌فهمد عذاب وجدان می‌گیرد و احساس گناه برایش به وجود می‌آید. متاسفانه این کار در آینده می‌تواند او را در برابر مشکلات مانند افسردگی، دپرسیا و اضطراب‌های شدید آسیب پذیر کند و گرفتار کند. بنابر همین است که میگوییم پرورش اخلاق کودک باید بر اساس سن او باشد
و با سن کودک مناسب باشد. پس بسیار مهم است که با زبان خود کودک با او حرف زنیم و ارزش‌های اخلاقی را نیز مناسب به ظرفیت روانی او، متناسب با فهم او بیان کنیم. همدیاران عزیز، شنوندگان محترم رادیو مهر، برای همه شما و خانواده هایتان زندگی با صداقت، با مهر و آرام و آسایشته را تمنا داریم. همینجا برنامه کاشانه مهر را به پایان برده و همه شما و اهل خانواده تان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدایا رو نگهدار.